سلام. اگر کانال من رو دنبال کرده باشین دیگه تا الان باید مفهوم بدهکار و بستانکار بودن یک حساب رو یاد گرفته باشین، با تعدادی از حساب‌ها آشنا شده باشین، بتونید یک رویداد مالی رو تجزیه تحلیل بکنین و در نهایت ثبتش رو بزنید. این خیلی عالیه. در ادامه میخوایم خیلی بیشتر با حسابداری آشنا بشیم. مثلا توی این ویدیو میخوایم حسابداری اسناد تجاری رو یاد بگیریم. بریم که با هم یاد بگیریم. قبل از اینکه شروع کنیم میخوام ازتون خواهش کنم اگر مایل بودین کانال من رو سابسکرایب کنید تا فیلم های جدید رو هم بتونید ببینید و اگر فیلم ها براتون مفید بود لطفا لایک بفرمایید. ممنونم. خب منظورمون از اسناد تجاری چیه؟ ببینید اسناد تجاری در واقع چک و صفحه رو میگیم اسناد تجاری. البته برات هم میتونه یک سند تجاری باشه اما موضوع بحث ما نیست و ما میخوایم راجع به چک و صفحه که خیلی معمول هستش استفاده بکنیم. اسناد تجاری سه تا حالت ممکنه برشون اتفاق بیفته. مورد اول اینکه من زمانی که کالایی رو میفروشم به صورت نسیه مسلما طلبکار میشم، درسته؟ قبلا توضیح دادم که وقتی طلبکار میشیم به اون مبلغی که طلبکار هستیم در واقع حسابهای دریافتنی رو بدهکار میکنیم، یعنی طلبهای ما که جزء دارایی هامون محسوب میشن میرن تو حسابی به اسم دریافتنی ها یا حسابهای دریافتنی. اگر بابت این طلب ما چک یا سفته دریافت کرده باشیم دیگه حسابهای دریافتنی بدهکار نمیشه، اسناد دریافتنی بدهکار میشه. چرا؟ چون من بابت طلبم دیگه یک سند دارم، یک چک و سفته‌ای دارم که نشون میده من طلبکار هستم، در نتیجه اسناد دریافتنی بدهکار میشه. پس دقت کنین زمانی که من کالایی یا دارایی رو به صورت نسیه به فروش میرسونم حساب اسناد دریافتنی بدهکار میشه اگر چک و سفته گرفته باشم و اگر چک و سفته نگرفته باشم، یعنی همینطور توی حرف و اینا با طرف خریدار به توافق رسیده باشم که توی فلان تاریخ بیا و طلب من رو بده، اینجا دیگه چک و سفته نگرفتم و سندی در کار نیست. اینجا حسابهای دریافتنی بابت طلب من بدهکار میشه. مورد بعدی زمانی هستش که من کالایی رو یا دارایی رو به صورت نسیه خریداری میکنم. ببینید وقتی من چیزی به صورت نسیه خریداری میکنم طبیعتا بدهکار میشم، یعنی بدهی های من زیاد میشن. توی اینجا دارایی هام زیاد میشدن چون چیزی رو فروخته بودم به صورت نسیه که پولش رو نگرفته بودم و اون طلب برای من دارایی محسوب میشد. اما اینجا یک چیزی رو میخرم به صورت نسیه که خب مسلما بدهی های من زیاد میشن. بدهی ها یعنی اینجور بدهی ها میرن توی حسابی به اسم پرداختنی ها که اگر بابت اون بدهی بابت اون خرید نسیه که انجام داده باشم چک و سفته ای نداده باشم حسابهای پرداختنی بستانکار میشه. بستانکار میشه چرا؟ چون بدهی هستش، بدهی ماهیتش بستانکاره و وقتی زیاد میشه باید بستانکار بشه. بنابراین حسابهای پرداختنی بستانکار میشه و اگر چک و سفته داده باشم اسناد پرداختنی بستانکار میشه. پس دقت کنید که اگر من کالایی رو به صورت نسیه خریداری کرده باشم حساب اسناد پرداختنی بستانکار میشه اگر چک و سفته داده باشم و اگر نه حسابهای پرداختنی بستانکار میشه. مورد بعدی اسناد تضمینی هستش، یعنی زمانی که من چک و سفته رو صرفا برای ضمانت تحویل میدم. مثلا بانک از شما میخواد که بابت وامی که میخواین بگیرین چک بدین یا سفته بدین، این برای ضمانت هستش صرفا. یا اینکه وقتی میخواین شروع به کار بکنین توی یه شرکتی ممکنه که الان شرکت ها از شما چک یا سفته برای ضمانت کارتون بخوان که این هم جزء اسناد تضمینی محسوب میشه. اسناد تضمینی بار مالی نداره، یعنی توی صورت‌های مالی وارد نمیشه، اما ما ثبتش رو میزنیم که جلوتر ثبتش رو یاد میگیریم. چرا؟ چون میخوایم حساب کتاب اون چک هایی که از دیگران دست ماست، یعنی ما بابت ضمانت از بقیه گرفتیم یا اون چک هایی که ما به دیگران دادیم برای ضمانت، حساب اینها دستمون باشه. فقط ثبتشون رو میزنیم ولی وارد صورت‌های مالی نمیکنیم. چک
یک نمونه از چک‌های صیادی هستش. شما به عنوان یک حسابدار باید بتونید که یک چک رو کاملا پر بکنید که البته کار خاصی هم نداره، همونطور که می‌بینید همه چیزش مشخص و واضحه، ولی حالا برای بارهای اول ممکنه چک پر کردن کمی در واقع براتون سخت باشه. من اینجا براتون همه جاش توضیح میدم که اگر به این مورد برخوردین بتونید خیلی راحت چک رو پر کنید. ببینید اینجا تاریخ رو می‌نویسین به عدد، حتما همه جای چک رو باید پر بکنین و جایی رو خالی نذارین. اینجا تاریخ رو می‌نویسین به عدد، اینجا تاریخ رو به حروف می‌نویسین و اینجا مبلغ رو به حروف می‌نویسین. می‌دونین که دیگه باید به ریال بنویسین، مثلا اگه 100,000,000 تومنه 1,000,000,000 ریال می‌نویسین در وجه اون شخصی که می‌خواین چک رو براش بکشین. حالا اگر حقیقیه اسم شخص رو می‌نویسین، اینجا هم کد ملیش رو می‌نویسین و اگر شخص حقوقیه یعنی شرکت و ایناست اسم شرکت و اینجا شناسه اون شرکت رو می‌نویسین. اینجا هم که امضای صاحب چکه، یعنی اون کسی که چک داره میکشه دست چک مال اونه باید امضا بکنه و اینجا مبلغ رو به عدد می‌نویسین. حواستون باشه که عدد رو از این ور بنویسین. البته منظورم از این ور این نیستش که مثلا 1,000,000,000 رو شروع کنید از این ور 1 نه تا صفر بنویسین. منظورم اینه که مثلا 1,000,000,000 رو میخواین بنویسین نباید یکش رو اینجا بنویسین 9 تا صفر جلوش، خب آخرش خالی میمونه دیگه. ما باید از اینجا صفرها رو بذاریم، 9 تا صفر میذاریم و بعد یک رو میذاریم. البته اگر ممکنه به مشکل بخورین این کار بکنید، اگر نه اوکیین که خب بنویسین دیگه 1,000,000,000 رو از اینجا شروع میکنید و مینویسین. دیگه اینجا هم شماره سریال چکه. معمولا تو نرم افزار و اینا این شش رقم چک رو به عنوان شماره چک مینویسن که ما خودمون هم تو مثال ها میگیم چکی به شماره فلان. بعدمون این 6 رقمیه که اینجا هستش. اینجا هم که ته چکه که در واقع مشخصات رو برای خودتون مینویسین که بعدا بدونین این شماره چک رو برای چه کسی کشیدین، به چه مبلغی بوده، تاریخش کیه. اینم یه نمونه سفته هستش که خب باز همه چیزش مشخصه، مبلغ و تاریخ و اینا رو می‌نویسین در وجه چه کسی هست و شماره ملی و اینا. اینم اینجا هم مشخصات خودتون رو یعنی شخص متعهد رو می‌نویسین. 2 تا عدد اینجاست که این 2 تا عدد رو می‌خوایم راجعشون صحبت کنیم که چیان. اینجا مثلا نوشته سفته تا مبلغ 20,000,000 ریال. منظور چیه؟ این حداکثر مبلغ تعهد این برگه است. یعنی این سفته مشخص میکنه که حداکثر تا 20,000,000 ریال شما متعهد میشین، اما این حداکثرشه. مثلا اگر از شما یک هفته 10,000,000 میخوان و شما نمیتونید پیدا بکنید، میتونید یک هفته 20,000,000 بخرین و اینجا عدد رو 10,000,000 بنویسین. یعنی حداکثر 20,000,000، نه اینکه شما اگر یک هفته 20,000,000 میخواین پس حتما 20,000,000 متعهد میشین. این حداکثر میزان تعهده و این عدد هم در واقع وجهیه که بابت خرید این برگ سفته باید پرداخت بکنید. البته اگر از بانک ملی سفته ها رو خریداری بکنید این عدد اینجوریه، یعنی نیم هزارم مبلغ سفته رو به عنوان کارمزد خرید سفته پرداخت میکنید. اگر از کیوسک و دکه و اینا خریداری میکنید مبلغ بیشتری از شما میگیرن. طرز محاسبه اینو توی اسلاید بعدی بهتون میگم. سفته از طریق پشت‌نویسی یا زهرنویسی قابل واگذاری به اشخاص دیگر است. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع اگر شخصی این سفته رو بیاد پشت‌نویسی بکنه، اگر شخصی که شخص متعهد، یعنی کسی که اینجا رو پر کرده، اگر مبلغ این سفته رو پرداخت نکنه، اون شخص زهرنویس موظفه و متعهده که این مبلغ سفته رو پرداخت بکنه. اینم محاسبه اون مبلغ در واقع کنار سفته بود که بهتون گفتم. ببینید قیمت خرید سفته رو اگر ضرب در نیم هزارم ارزش سفته بکنید، ببخشید، اگر ارزش سفته رو ضرب در نیم هزارم بکنید قیمت خرید سفته رو به دست میاریم. یعنی ببینید اینجا الان ارزش سفته چقدر بوده؟ 20,000,000 ریال. اگر 20,000,000 ریال رو ضرب در نیم هزارم بکنید میشه 10,000 ریال. یعنی شما این سفته 10,000 ریال خریداری میکنید.
برای مثال یه شرکتی قصد خرید هفته‌ای به مبلغ 1,800,000 داره، چه مبلغی برای خرید هفته باید پرداخت کنه. اولا که اگر تا به حال هفته خریداری نکردین، اینو بهتون بگم که شما ممکنه که وقتی میخواین 180 میلیون تومان سفته بخرین، بانک ملی که مراجعه میکنین نداره خب سفته 180 میلیونی. سفته ها معمولا 50 میلیونی، 10 میلیونی به این شکل هستن. شما مثلا ممکنه که 3 تا سفته 50 میلیونی و 3 تا سفته 10 میلیونی بتونید خریداری بکنید، اما در نهایت ارزش کل این سفته ها با هم بشه 180 میلیون تومان. حالا میخوایم ببینیم این 180 میلیون تومان سفته چقدر باید پولش رو بدین به بانک ملی. کافیه 180 میلیون تومان یا همون 1,800,000,000 ریال رو ضرب در نیم هزارم بکنید که میشه 900,000 ریال. یعنی بابت 180 میلیون تومان شما 90,000 تومان پول به بانک ملی میدین. حالا مثال بعدی اینجوریه که شرکتی بابت خرید 4 برگ سفته مبلغ 490,000 ریال پرداخت کرده. حداکثر مبلغ تعهد این 4 برگ سفته چند ریاله؟ اینجا برعکس این مثاله، یعنی انگار که این 900,000 رو بهمون داده، این 1,800,000 رو ازمون خواسته. این در واقع یه مسئله ساده ریاضی هستش که شما وقتی میخواین از آخر به اول برسین، کافیه اینو برعکسش بکنید. این در واقع کسر رو، یعنی 900,000 رو اگه ضرب در 1000 نیمم بکنید میشه 1,800,000. اینجا هم همیشه 490,000 رو ضرب در 1000 نیمم میکنید و میشه 980 میلیون ریال. بنابراین اگر هزینه کارمزد رو ازتون خواستن، ارزش ثبت از ضرب در نیم هزار رو میکنید و اگر مبلغ تعهد یا ارزش ثبت ازتون خواستن، اون وقت هزینه کارمزد رو، یعنی عددی که اینجا بهتون دادن، ضرب در 1000 نیمم میکنید. این البته ممکنه خیلی به عنوان یک حسابدار به کارتون نیاد، چون شما اون شخصی که مسئول خرید ثبت هستش ثبته رو خریداری میکنه و رسیدش رو به شما میده و شما هم مبلغ کارمزد رو ثبت میکنید. خیلی کاری با فرمول و اینها ندارین، اما در حدی که حالا بخواین آشنا بشین توضیح دادم. نحوه محاسبه سررسید اسناد تجاری. منظورمون از سررسید چیه؟ منظورمون تاریخ سررسیده، یعنی اون تاریخی که چک موعدش میرسه و ما باید چک رو پاس کنیم، یا اون تاریخی که موعد در واقع پرداخت سفته میرسه و ما باید پرداختش بکنیم. خیلی مهمه که این تاریخ سررسید رو بدونیم که به موقع بدهیمون رو پرداخت بکنیم که این وقت چکمون برگشت نخوره یا بابت سفته در واقع به مشکل نخوریم. البته وقتی که با نرم افزار کار میکنید، شما همون اول که چک و سفته رو وارد میکنید به عنوان اسناد، تاریخش رو میزنید و خود اون نرم افزار به شما یادآوری میکنه و تاریخاش اونجا هستش. اما اگر حالا به هر دلیلی یا شخصی دارین کار میکنید، نرم افزار استفاده نمیکنید، خوبه که سررسید اسناد تجاری رو یادداشت کنید و خاطرتون بمونه. 3 تا حالت داره. حالت اول عندالمطالبه هستش که اگر روی صفحه بنویسه عندالمطالبه، یعنی اینکه صاحب اون صفحه، یعنی کسی که ما صفحه رو بهش دادیم، میتونه هر لحظه‌ای که بخواد و اراده کنه پولش رو بخواد، یعنی پول اون صفحه رو بخواد. روش دوم روش در تاریخ معینه که خب اینجا اصلا محاسبه نمیخواد، روی خود صفحه تاریخ سررسید رو مینویسه. مثلا میشه تاریخ سررسید 15/10 مثلا 1402، دیگه تاریخش کاملا مشخصه. و مورد سوم پس از مدت زمان معینه که 2 تا حالت داره. حالت اولش اینه که مثلا بگه این هفته 4 ماه هست، 5 ماه هست، یعنی به ماه ذکر شده باشه. اینجا ما میایم تاریخ صدورمون رو، مثلا اگر تاریخ صدور یک هفته 2/5/1402، یعنی اون تاریخی که هفته صادر شده این تاریخ هستش و هفته 4 ماه هست، دقیقا از این تاریخ 4 ماه میایم جلوتر. یعنی از 2/5 4 ماه بیایم جلوتر، 5 + 4 میشه 9 دیگه، یعنی میشه 2/9/1402. یا حالا میتونید بگین برج 5 و 6 و 7 و 8 و حالا خب 2 9 که داریم میگیم که 2 روز از 9 دیگه، خود 9 محسوب نمیشه، یعنی میشه 2/9. یعنی شما کافیه که 4 ماه دقیقا از خود این برج 5 بیاین جلوتر و به تاریخ سررسید برسین. اینجا روزهای ماه تعدادش مهم نیست، یعنی این مهم نیست که بگین که 4 ماه میشه 120 روز، پس من دقیقا 120 روز بیام جلو، و چون برج 5 و برج 6 31 روزه هستن، پس این تاریخ نمیشه.
نه وقتی ماهه دیگه ما همون به ماه میایم جلو. اما وقتی که به روزه، یعنی مثلا میگه این هفته 140 روزه است، اونجا باید دیگه تعداد روزها رو بشمریم. چجوری؟ مثلا اگر تاریخ صدور هفته 14/10/1402 و 140 روز میخوایم بیایم جلو، میگیم که برج 10 چند روزش مونده، ما باید از این تاریخ 140 روز بشمریم و بریم جلو. از برج 10 تا آخر برج 10، از 14 تا آخر 10 چند روز مونده؟ 16 روز تا سیوم، سی منای 14، 16 روز از دیماه مونده، 30 روز از بهمن داریم، اسفند 29 روزه است، فروردین 31 روزه است. به همین شکل میشمریم. خب هنوز به 140 روز نرسیدیم. 31 روز اردیبهشت هم که بذاریم روی اینها و همه اینا رو بشمریم میشه 137 روز. پس 3 روز دیگه هم تا 140 روز کم داریم. پس 3 روز اول خرداد رو هم حساب میکنیم، یعنی میشه 3 1403. البته چون برج 10 بوده الان میشه برج 3 دیگه، درسته؟ پس 1403 3403. ببینید این شمارش روزها گرچه به نظر خیلی ساده است ولی خیلی کاربردیه توی حسابداری. شما برای محاسبه استهلاک، برای محاسبه حقوق و دستمزد، مباحث حقوق و دستمزد و اینا خیلی به این موضوع برمیخورین. پس اگر احیانا مشکلی توش دارین حتما روش کار بکنید که کامل بهش مسلط باشین. برای تسلط بهش اینا رو باید بدونید که از فروردین ماه تا شهریور ماه 31 روزه هستن، از مهر تا بهمن 30 روزه و اسفند ماه هم 29 روزه هستش. خب من تا اینجا بسنده میکنم چون میخوام که فیلمم خیلی طولانی نشه، دیدنش برای شما هم راحت باشه. توی ویدئوی بعدی من اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی رو کاملا به همراه ثبتاش براتون توضیح میدم و همینطور اسناد تضمینی رو. لطفا پس اگر این موضوع به درتون میخوره حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید، ممنونتون میشم و منتظر ویدئوی بعدی باشین. مرسی از توجهتون. خدا نگهدار.